سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام بهتون یه فیگور کتواک خوشگل از یک رفرنس واقعی بهتون آموزش بدم. قبلا آموزش فیگور کتواک رو گذاشتم، منتها اون فیگوری که من بهتون کشیدم فیگور ذهنی بود. زمانی که بهتون آموزش دادم از ذهنم داشتم اون فیگور کتواک رو میکشیدم. خب ولی امروز میخوام از روی رفرنس زنده بهتون آموزش بدم تا یاد بگیرید از روی رفرنس زنده هم فیگور کتواک رو بکشید. بریم با هم دیگه آموزش ببینیم. خب دختران، برای اینکه فیگور کتواک بکشیم ما از طریق 2 روش میتونیم این کار رو انجام بدیم. روش اول اینکه ذهنی بکشیم که من این رو قبلا آموزشش رو توی چنل یوتیوب گذاشتم. عنوانش هم همینه، آموزش فیگور کتواک. روش دومم اینه که از روی رفرنس زنده بیایم و این کار رو انجام بدیم. حالا امروز میخوایم از طریق روش دوم این کار رو انجام بدیم. ما میایم یه خط صاف میکشیم و اون رو به 9 قسمت تقسیمش میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تمامی فیگورهای نرمالی که ما کار میکنیم 9 سر هستن. خب حالا توی واحد اول یعنی واحد 1 تا 2 محل قرارگیری سر فیگور هستش که میایم و سرش رو میکشیم. واحد 2 تا 3 محل قرارگیری سرشانه هستش که اگر من بخوام سرشانه رو مشخص بکنم از واحد 2 تا 3 رو تقسیم بر 2 میکنم و از نصف یه مقدار بیشتر یعنی میام بالاتر. اینجا محل قرارگیری سرشانه میشه. خب که 2 برابر عرض سر هستش. خب یعنی عرض سر مثلا اینقدره، عرض سرشانه باید 2 تا از اینا باشه. متوجه شدید؟ نقطه 3 محل قرارگیری نوک سینه ها هستش. نقطه شماره 4 محل قرارگیری کمر هستش که اگر با اندازه گیری بخوام بهتون بگم 1.5 برابر عرض سر میشه. یعنی عرض سر اگر اینقدره یه نصفه دیگه یعنی اینقدری بهش اضافه کن، این میشه عرض کمر. ولی من اکثرا تاکید بر این دارم که خیلی با اندازه گیری نرید جلو. ببینید الان عرض سرشانه اگر اینقدره عرض کمر رو یه مقدار کمتر از این میگیریم. و حالا برای اینکه مانکنتون یه مقدار خوش فرم تر بشه میتونید این خط رو یه ذره بیارید بالاتر، هیچ اشکالی نداره. یعنی در اصل خط کمرتون این بشه، این بالاییه. خب نقطه شماره 5 محل قرارگیری باسنه که باسن هم اندازه با سرشانه هستش یا به عبارتی 2 برابر عرض سر هستش که من همیشه میگم به اندازه 1 میل یا 2 میل عرض باسنتون رو بیشتر از سرشانه بگیرید. چرا؟ چون اینطوری مانکنتون خوشگل تر میشه. حالا این شد فرم اولیه، ولی ما الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کتواک بکشیم. خب در کتواک الان توی این مدل سرشانش کج شده، میبینید؟ یعنی به جای اینکه صاف باشه کجه. پس این رو من میام توی مانکنم هم اعمال میکنم، یعنی خط اصلی من این خط کجه میشه. بذارید اولی رو پاک کنم و خط اولیه‌مون که خط راهنمای ما هست ما باید بیایم این رو هم انحنا بدیم دیگه. ببین اینجا بدنش یه مقداری چرخیده، میبینید؟ پس این رو هم ما میایم روی فیگوری که داریم میکشیم اعمال میکنیم، یعنی به این شکل میاد تا اینجا. یعنی خط فاق دیگه اینه، این نیستش. متوجه شدید؟ حالا باسنش هم میبینید کج شده یه مقدار. من میام این رو هم اعمال میکنم به این شکل. یعنی اگر من بخوام عرض باسنم رو حساب بکنم 2 برابر عرض سر یا اندازه سرشانه، میام از این نقطه حساب میکنم. یه عرض سر اینور، یه عرض سر اینور. دیگه اولیه ملاک نیست. بذارید اولی رو پاک کنم. و کمرش
ببینید بچه ها، باسن هر سمتی که بره کمر خطش در موازات اون حرکت میکنه. یعنی خط کمر در موازات خط باسن هستش. حالا ما میایم باکس بالا تنه و باکس میان تنه رو میکشیم به این صورت. حالا خطوط اضافی رو پاک میکنم. ببینید به این شکل شد. حالا برای اینکه ما گردن رو بکشیم، راحت ترین روش برای کشیدن گردن اینه که یک مثلث توی خط سرشانه ایجاد بکنید و بیاید خط گردن رو به این شکل بکشید. توی نقطه شماره 3 نوک سینه قرار میگیره بچه ها. خب ما میایم تقریبا انقدر میایم بالا و فرم سینه رو میکشیم به این شکل. حالا اینجا هم همینطور. انحناش رو میکشم. این از فرم سینه. حالا برای کشیدن پاهاش ببینید پای سمت چپش تقریبا صافه و پای سمت راستش خیلی خم شده. این رو ما هم میایم اعمال میکنیم. پای سمت چپش تقریبا صافه. ببینید صاف نیست، تقریبا صافه. اومده جلو دیگه. ببین، میبینید یه فرم کج داره و پای سمت راستش خیلی خم شده. من یه نکته رو بهتون بگم. ببینید توی یه نقطه شماره 7 محل قرارگیری زانو هستش. خب ببینید من اینو کامل نشونتون بدم. ببین اینجا پایین ترین نقطه فیگور من هستش، یعنی نوک پا. خب توی نقطه شماره 7 محل قرارگیری زانو میشه. حالا پای سمت راستش چون که خم شده زانوش پایین تر از پای سمت چپش قرار گرفته. پس این رو من هم میام اعمال میکنم. ببینید به این حالت تقریبا میشه گفت اینطوری. و حالا ساق پا که دیگه رفته پشت پا. حالا من میام این رو ماهیچه‌ای میکنم. بچه ها برای کشیدن فاق شما هم میتونید تو همین نقطه فاقتون رو بکشید، هم میتونید مثل بالا که مثلث کشیدیم اینجا هم یه مثلث کوچیک بکشید و فاقتون رو مشخص بکنید. خیلی فرقی نمیکنه. ببینید چه مدلی بکشید به فیگوری که دارید طراحی میکنید بیشتر میشینه، اون مدل رو انتخاب بکنید برای کشیدن فاق. حالا همیشه برای اینکه ما راحت‌تر بتونیم فرم پاها رو بکشیم در فیگورهای حرکتی، پایی که جلو هستش رو اول میکشیم. الان من میام اینجا گردی باسنش رو میکشم. این برجسته ترین قسمت باسنشه، میاد پایین تا اینجاها که دیگه انحنا دادید دیگه صاف میاید پایین و قسمت داخلی رون پاش و قسمت زانوهاش. حالا پشت ساق پاش رو میکشیم به این حالت. فرم زانو اگر باشه به این شکل میشه. اینجا یک تو رفتگی داریم و بعد برآمدگی و به این شکل چون کفش پاشنه بلند پوشیده به این شکل میایم فرم نوک پا رو میکشیم. حالا خطوط اضافی رو پاک میکنم تا ببینید این پاش رو. خب بچه ها، من خطوط اضافی رو پاک کردم. همونطور که میبینید کاملا پای سمت چپش رو اومدیم طبق رفرنسمون طراحی کردیم. حالا برای کشیدن پای سمت راستش ببینید بچه ها، این قسمت باسنش یک انحنای کمی داره. حالا اینجا الان لباس هست، مشخص نیست. خب ولی ما همیشه توی قسمت ران پا و قسمت باسن یه بخشی هستش که این دوتا رو اومده از همدیگه جدا کرده. زمانی که پا میره عقب‌تر اینجا یه مقدار تو رفتگی ایجاد میشه. خب پس یک انحنا، یک تو رفتگی و بعد میایم اون فرم
ران پا رو میکشیم. اینجا هم قسمت داخلی ران پا رو میکشیم به این شکل و بعد قسمت ساق پاش. ببینید چقدر برجسته است این یه تیکه. این یه تیکه در واقع کل ساق پاشه بچه ها. ببینید این ساق پا رو میبینید چه اندازه هست. تقریبا میشه گفت 2 تا طول سر هستش. خب ببینید طول سر اینقدره، اینجا 2 تا طول سر. ما مانکن هامون رو همیشه بر اساس طول سر تقسیم بندی میکنیم دیگه، یعنی 9 تا طول سر میکشیم که من اینا رو چون قبلا توضیح دادم دیگه الان موقع تقسیم بندی میگم تقسیم بر 9 میکنیم چون مشخصه. حالا اینجا پای سمت چپش ببینید چه اندازه است. گفتم 2 تا طول سر. حالا پای سمت راستش هم در واقع 2 تا طول سره، ولی چون خم شده رفته توی پرسپکتیو، شما حتی شاید نصف طول سر هم نبینید. به خاطر همین انقدر برجسته است این یه تیکه. پس این رو ما هم میایم اعمال میکنیم. ببینید به این حالت. اگر من این پاش رو یه مقدار خم بکشم به این شکل که بعد وارد پاشنه پاش میشیم به این شکل. این پاشنه پاش، این روی پاش و این هم فرم زانوهاش. حالا بذارید خطوط اضافی رو پاک کنم تا ببینید. حالا میریم برای طراحی دستا. ببینید دست چپش رفته پشت باسنش، آرنج در خط کمر قرار میگیره. اگر بدن ما در حرکت باشه ما میایم به موازات خط کمر یک دایره میکشیم. آرنج در واقع توی اون نقاط قرار میگیره. زمانی که شما بیاید یک دایره به موازات خط کمر بکشید در موقع هایی که فیگورتون داره حرکت میکنه. حالا اینجا از قسمت زیر سینه تقریبا میایم و خط زیر بغل رو شروع میکنیم به کشیدن و بعد سرشانه رو و حالا فرم آرنج رو به این شکل. حالا یکی دستش ببینید آرنجش اینجا قرار میگیره، مچ دستش آرنج توی خط کمر، مچ دست توی خط باسن. خط باسن هم همینطور به موازات خط باسن اگر دایره بکشید مچ دست تو اونجا قرار میگیره و به این شکل برای کشیدن آرنج و ساعد دست یک تو رفتگی داریم و بعد یک برآمدگی. حالا بچه برای کشیدن دست ببینید از واحد 5 تا 6 یک واحد دیگه در واقع اینجا رو بیاید تقسیم بر 4 بکنید. حالا من برای اینکه ببینید دقیقاً چی به چی دارم میکشم شما میتونید ذهنی تو ذهنتون این رو بکشید و اندازه دستتون رو مشخص بکنید. ببینید واحد 5 تا 6 رو تقسیم بر 4 میکنیم. ببین 1 2 3 4. از پایین یک واحد میای بالا یا از بالا 3 واحد میای پایین. این نقطه جاییه که دست شما باید تمام بشه، یعنی اینجا تقریبا. حالا فرم دستشم اینجا قوزک دستش و اینجا هم که شست دستشه. بچه ها من دست ها رو قبلا آموزش دادم، توی چنل یوتیوب هست، میتونید اونجا برید و ببینید. به صورت کامل آموزش دادم. عنوانش هم هست آموزش طراحی دست. حالا خطوط اضافی رو پاک میکنم و در آخر ترقوه هاش رو میکشیم که از همین خط وسط به این شکل میره و وارد
دست میشه به این شکل. حالا بچه طرحم رو کم رنگ میکنم و با راپید پر رنگ میکنم. خب دخترم، اینم آموزش فیگور کتواک. بچه فیگور کتواک خیلی خیلی در طراحی لباس کاربردیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما لباس رو زمانی که میخواید تو تن ببینید در حالت عادی که بدون فیگورم میشه لباس رو بکشه. خب مهم اینه که ببینیم اون لباس در حرکت به چه شکل میشه و چه زیبایی ها و حالت هایی از خودش رو نشون میده. به خاطر همینم فیگور کتواک خیلی مهمه. سعی کنید این رو زیاد تمرین بکنید. تمارینتون رو توی آیدی تلگرام برام بفرستید. توی چنل تلگرام هم کلی عکس ها و نمونه های تمرینی براتون قرار میدم. میتونید از طریق بایو یوتیوب وارد چنل تلگرام بشید و اونجا عکس ها و نمونه های تمرینی رو ببینید. اگر که این ویدیو براتون کاربردی بوده خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگید. اگر هم سوالی دارید توی کامنت ها آیدی تلگرام و دایرکت اینستاگرام میتونید ازم بپرسید. و همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.